بعضی از انسان‌ها از دور کاملا عادی معلوم میشن، اما وقتی که حقیقت بفهمی دیگه هیچ وقت به آسانی سر کسی باور نمی‌کنی. داستان امروز داستان یکی از خطرناکترین قاتلین تاریخ است. سلام، به اولین ویدیو از چنل رازهای پنهان با گویندگی من یعنی شیوا کاکر خوش آمدین. تد باندی دقیقاً همین قسم یک انسان بود. خوش استایل، آرام، مؤدب، حتی تحصیل کرده. او قسمی رویه میکرد که هر کس به آسانی میتونست بالایش باور کنه و همین باور یا اعتماد بزرگترین اشتباهی قربانیا بود. در دهه 1970 میلادی یک حادثه عجیب شروع شد. دخترای جوان یکی یکی ناپدید می شدن. هیچ کدام سرنخ واضحی وجود نداشت، اما بعضی از شاهدین می گفتن یک مرد مهربان بود که کمک می خواست. روش فریب دادن این قاتل چه قسم بود؟ او از یک چیز بسیار ساده استفاده می کرد: اعتماد انسان ها. گاهی خود زخمی نشان میداد، گاهی کمک میخواست. وقتی که قربانی نزدیک میشد، کل چیز تغییر میکرد. با زیاد شدن ناپدید شدنها، ترس در بین مردم بسیار زیاد شد. خانواده ها به تشویش بودند. دخترها دیگه تنها بیرون نمیرفتند، اما هیچ کس نمیفهمید که عامل تمام اینا یک انسان بظاهر عادی است. به نظر شما این قاتل بالاخره چه قسم دستگیر شد؟ بالاخره یک اشتباه کوچک باعث شد که پلیس شک کنه و وقتی او را دستگیر کردن هیچ کس باور نمیکرد. در اصل یک اشتباه نبود، چندین اشتباه کوچک بود. اولی که جلب توجه بیش از حد. تد باندی فکر میکرد هیچ کس بالای شک نمیکنه، اما زیاد ظاهر شدنش در اطراف پوهنتونا و گپ زدن با دخترها کم کم توجه مردم را به خود جلب کرد. اشتباه دومش شاهدین، و این مهمترین نکته است. چند نفر او را دیده بودن و یک چیز بسیار مهم به یاد داشتن: نامش تد بود. همین باعث شد پلیس یک سرنخ حقیقی پیدا کنه. سوم، موتر مشکوک. شاهدین گفته بودند که یک موتر خاص داشت. وقتی پلیس شروع به بررسی کرد، این معلومات بسیار کمک کرد. چهارم، دستگیری تصادفی. بالاخره او به خاطر یک جرم، یعنی مشکوک بودن، توقف توسط پلیس دستگیر شد، نه به خاطر قتل. اما همین دستگیری ساده دروازه تمام حقایق باز کرد. در جریان تحقیقات حقایق بسیار تکان دهنده برملا شد. او به چندین جرم اعتراف کرد و نامش تبدیل شد به یکی از ترسناکترین نام‌ها در تاریخ جرم. و در آخر باید بگویم داستان تد باندی فقط یک قصه نیست، یک هشدار است که همیشه خطر از جایی میآید که انتظارشان نداری. اگر میخوایی دوسیه‌های واقعی و پنهان بیشتری را بفهمی، چینل را سابسکرایب کن لطفاً، چون بعضی از حقایق از فیلم ها هم ترسناکتر هستند.